بدون نیاز به فر و همزن این پیراشکی‌های پنبه‌ای رو با چند تا مواد اولیه ساده که تو خونه هممون هست میتونی با 2 تا کرم فوق‌العاده خوشمزه درستش کنی. برای خمیر پیراشکی شیر و شکر و خمیرمایه رو مخلوط می‌کنیم میذاریم کنار تا به عمل بیاد. تو ظرف دیگه تخم مرغ و شکر رو مخلوط می‌کنیم، ترکیب خمیرمایه و شیر رو بهش اضافه می‌کنیم و در آخر آرد علک شده اول با قاشق مخلوطش کنید، بعد با دست ورزش میدیم. بعد که خمیرمون جمع شد بهش کره رو اضافه میکنیم، 6-7 دقیقه دیگه هم ورزش میدیم. میذاریم تو ظرف دردار با پارچه هم بپوشونیدش حدود 50 دقیقه تا حجمش 2 برابر بشه. به چونه‌های کوچیک تقسیم میکنیم، دونه دونه روی کاغذ روغنی که برش زدیم یه مقدار آرد میپاشیم میذاریم روش که اینطوری راحت‌تر بتونیم سرخش کنیم، ظاهرش هم اصلا تغییر نمیکنه. روغنتون کمتر باشه اون کمربند سفید دورش کامل مشخص میشه. بعد میتونید با کرمی که دستورشو براتون توی کپشن گذاشتم 2 تم کرم وانیلی و شکلاتی درست کنید و در آخرم روش